تو دل کتابخونه‌های ممالک اسلامی، از هندوستان و مصر و عراق و سوریه و لبنان و هر جا که تونسته سفر کرده، شده دوره‌گرد. تو این کتابخونه، تو اون کتابخونه، در بعضی از حالات مرحوم امینی نوشتن به قیافه پیش خدمت یه ملای سنی در آمده تا تونسته نفوذ کنه تو کتابخونه ملای سنی تا اون کتاب رو به دست بیاره، تا از توش متن حدیث قدیر رو در بیاره. وقتی امام صادق میگه شخصیت عالم دینی رو باید قدر بدانید پدر جان، کدومی که از شما حاضرین به خونه یه ملای سنی پیش خدمتی کنین، آفتابش رو آب کنید، در توالت براش بذارید که به شما اعتماد کنه که یه دونه کتاب رو بده که بتونی درش احیا کنی حق امیرالمؤمنین رو؟ چند تاتون حاضرید؟ مرحوم علامه امینی 30 سال جون کنده که چی رو ثابت کنه؟ اون گوشاتون رو وا کنید. امروز بخوام از شماها آمار بگیریم، در این خونه گفتن یه نفر میذاریم، میگیم اسم اینا رو بنویس، این چند نفرن، کیا بودن کیا نبودن. میشه این کارو کرد؟ با این فیلم برداری میشه آدما رو شناسایی کرد کی امروز بوده کی نبوده. اما مرحوم امینی با 14 قرن فاصله بعد از قدیر نشسته بررسی کرده که پای منبر پیغمبر در حجة الوداع روز قدیر چند نفر آدم بوده؟ 120,000 نفر. رفته یکی بررسی کرده کیک فلان ابن فلان بوده، به حدیث رو نقل کرده. میدونی چی کار مشکلیه؟ که وقتی بحث امامت و خلافت علی ابن ابی طالب مطرح میشه، مشت این عالم شیعی پر باشه بگه علی حق است، به دلیلی که 120,000 نفر روایت کردن که من کنت مولا رو ما از پیغمبر شنیدیم. اینو کی باید براتون انجام بده؟ عالم دینی. امروز تو جامعه ای که من تو عالم ارزش نداره، تو حیات مذهبی اهل علم جایگاه نداره. این روایات، این معالم دین رو کی به شما از 14 قرن پیش تا حالا حفاظت کرده به دست شما رسونده؟ ما قدر رساله مرجع تقلیدمون رو نمیدونیم، ما قدر فقهامون رو نمیدونیم. این درد بزرگیه. شبهه رو وقتی میای میشینی پای ماهواره شبهه میندازه، در قبال این شبهه چه خاکی باید به سر بریزی؟ نباید قبلا واکسینه بشی که اگه شبهه وارد شد حل نشی تو شبهه. از جمله شبهات اینه که عرض کردم یکی از مباحث مهم جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری می باشد. یکی از مباحث مهم فقهی و اصولی ما. امام حسین یه حرکتی رو آغاز کرده. امروز هم در ادامه حرکت حسین ابن علی آحاد جامعه اسلامی مسئولیت به دوش همه ما هست. باید عاشورا رو نگه بداریم که حفظ عاشورا حفظ دینه. کیان عاشورا اگه حفاظت بشه اساس اسلام باقی میمونه. ولی اگه آمد شبهه رو وارد کرد در اساس عاشورا، من به شبهه افتادم، چه خاکی به سر بریزم؟ بفرمایید. این که مکرر در مکرر توضیح دادن واقعه عاشورا، نهضت کربلای امام حسین، تمام اون چه که مربوط به ائمه معصومین به خصوص پیغمبر اکرم هست، زندگی این ذوات مقدسه رو باید از عینک وحی مطالعه کنی تا حجی به ذهنت نیاد، اعوجاج پیدا نکنی، یعنی قیاس نکنی زندگی امام و پیغمبر رو با زندگی مرجع تقلید و زندگی شخصی خودت بگی. عقلا که اینجوری عمل نمیکنن. چرا حسین ابن علی عمل کرد؟ چرا راهی رو رفت که فرزندانش نرفتن، پدران آبائش نرفتن؟ تک این چه کاری بود؟ میدونیم در میان ائمه معصومین حسین ابن علی قیام به سیف کرده، امیرالمؤمنین قیام به سیف کرده و حضرت مجتبی. و عجیب اینه که اون دو امام قبل از حسین، امیرالمؤمنین و حضرت مجتبی، قیام به سیف کردن، بعد سکوت هم کردن، اما امام حسین هیچ جو سکوت نکرد. این حسین ابن علی در میان ائمه معصومین یک خصائص و امتیازاتی دارد که هیچ امامی نداره. یکیش اینه
روزی که بیعت گرفتن به زور از امیرالمؤمنین، حسن و حسین چند